همراهتان یک مناظره داشته باشم. امریکا که به زعم شما فقرا کم از در کشور مسیحی است یا کشور کمونیستی؟ اوجه کمونیستی. امریکا کشور کمونیستی است. خب این معلومات قشنگ شما از کجا گیر آوردین؟ خب هدف من اینجاست استاد عزیز. نه شما را اصلا حال نمیذارم که از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه فرار کنین. شاید دیجا من اشتباه کرده باشم، اما هدف اصلی من دیجاست که بار دوم میپرسم محترم. من هیچ قبول ندارم. خب شما که قبول ندارین، شما قبول نکنید تا قیامت قبول نکنین. شما قطع کنین. بله دیگه، مگر رای دیگه غیر از این است. خب قطع کنین. بله بفرمایید. برنده محترم بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. و علیکم السلام، بفرمایید. نمیفهمم که من شناختی نیم و خوشحال هستم که دوباره همراهتان یک مناظره داشته باشم. بفرمایید. ما الان میگین در خدمت هستیم، یک هفته بعد میگین، 5 هفته بعد میگین، ما در خدمت هستیم. بفرمایید. حالا میخواین مناظره کنین؟ بله میخوایم مناظره نه دیگه، یگان سوالی دارم که میخوایم جواب بدید. خب بفرمایید، ما خدمت شما هستیم برادرم. بفرمایید. بله دیگه باز کوشش میکنیم که استپ بای استپ پیش بریم. خب فکر کنم همون برادر استپ بای استپ هستین. بفرمایید. بله اونم است. خب امشب شما اومدین استاد عزیز در مورد اینا صحبت کردین که ملحدین به بشریت چی کردن، نه؟ خب من یک چند سوال دارم. اگر دین اسلام باعث پیشرفت است، پس چرا کشورهای که مثلا مسلمان زیاد دارن فقیر و عقب مانده هستن؟ ما براتون مثال بزنم. بله. نه قبل از این که مثلا قبل از این که محترم شما مثال به فکر میگیرم که ما شب گذشته هم پیرامون موضوع صحبت کردیم، گفتیم که امروز کشورهای مسلمان و غیر مسلمان هم فقیر داره هم غنی داره. ارتباط میگیره به چگونگی ارتباط با مدیریت افراد اشخاص که در رأس قرار داشتن یا قرار دارن. ببینیم مثلا ما قطر داریم، ما بحرین داریم، ما کویت داریم، ما کشورهای اسلامی خیر مرفه داریم، لبنان داریم و غیر ذالک دیگه داریم. اون طرف در کشورهای غیر اسلامی، کشورهای فکر کنم یک سری از کشورهای افریقایی است که همش مسیحی است، فقیر و بدبخت و هلاکت زده است. حتی در هندستان که کشور اسلامی نیست، در سرک به دنیا میان، در سرک از دنیا میرن. حتی در بنگلادش، در چند صد زیر زنخی یک سری از افراد که خودش در واقع غلام و بردی امریکا فکر میکنن. ببین در امریکا شما اگر معلومات دقیق داشته باشید، افراد اشخاص هست که در جاده ها زندگی میکنن به نام هوملس. در انگلستان به نام هوملس. در کشورهای ممالک اروپایی تعداد اینا تا که دلت بخواهی هست. پس نمیشه که بگیم والا کشورهای یک تقسیمات که در ذهن خود ما داریم شکل عقده‌مندانه بگیم کشورهای اسلامی بدبخت هستن و کشورهای غیر اسلامی خوشبخت هستن و فلان هستن بهمان هستن و گذشته از اون یکی از دوستان شکل امریکای جنوبی. بله در امریکای جنوبی و کشورهای زیاده در واقع هست که اونا کشورهای قلمروای اسلامی نیستن ولی مشکلات اقتصادی خیلی زیاده دارن. از این بگذریم، ما در ارتباط با مباحث سیاسی که در حول مدیریت افراد اشخاص و رجال میچرخه صحبت نمی کنیم. ما در ارتباط با قرآن داریم در این شب صحبت میکنیم، در ارتباط با شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. اگر چیزی دارین در بساط بفرمایید محترم. خب استاد عزیز، من سخنان شما را شنیدم. اگر اجازه میدین من سوال ما پوره اول بپرسم، باز بعد از شما جواب بدین. خب بفرمایید، پوره بپرسین. سوالای تکراری نه. شما هر شب تماس میگیرین. هم یک اکثر دوستان اینجا مسیج کردن که سوالای شما تکراری است. نه سوال من تکراری نیست. خب شما گفتین که مثلا اول میخوایم میرم آوازه بسازم. شما میگین که مچم در امریکا اینقدر در سرک زندگی میکنن، هوملس هستن و در اینجا رقم هستن، در اونجا رقم هستن. خب ما ببینیم که در کجا فیصدیشون زیاد است. خب در افغانستان فیصد فقرا قتل هر چیز خوب زیاد است، اما در امریکا کم است. مثلا در آلمان زیاد است.
مثلا دیگه جایی خب در امریکا فیصدی فقر نسبت به افغانستان کمتر است، درست است؟ بله. امریکا کشور الحادی است یا مسیحی؟ او چه کس بی خدایا زیاد هستن؟ سوال ما متوجه نشدیم. امریکا کشور مسیحی است؟ من پرسان نکردم که آل ملحدین زیاد است یا غیر ملحدین زیاد. من گفتم کشور مسیحی است یا کشور کمونیستی؟ اوجه هر رقم دین های وجود داره. میبینین شما با انصاف نیستین. سوال ما خیلی واضح است. امریکا که به زعم شما فقرا کم از داره، کشور مسیحی است یا کشور کمونیستی؟ اوجه کمونیستی. امریکا کشور کمونیستی است؟ بله. خب این معلومات قشنگ شما از کجا گیر آوردین؟ خب هدف من اینجاست استاد عزیز. نه شما را اصلا حال نمیذارم که از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه فرار کنین. این نکته را حل کنیم. شما گفتین که امریکا کشور کمونیستی است. این در کجا خواندین؟ شاید در اینجا من اشتباه کرده باشم، اما هدف اصلی من در اینجاست که امریکا که است کدام کشور نیست. کشور امریکا کشور با بار دوم میپرسم. محترم. بار دوم میپرسم. امریکا کشور مسیحی است یا کشور کمونیستی؟ یکشون نیست. نه خب پس چه کشوری است که نه کمونیستی است نه کشور؟ اون کشوری است که هر رقم مردم دیش وجود داره. یا خدا این طایفه را فهماندن اینا چقدر سخت است. چقدر فهماندن اینا سخت است. الان بیا گیرش کن. الان بیا این یکی را بفهمون. این یکی که تماس گرفته میگه گاهی میگه کشور کمونیستی است، بعد میگه که نمیفهمم، بعد میگه هیچ کدامش نیست. در رأس سیستم مدیریتی یا دین پذیرفته شده در امریکا کدام دین است؟ آیین پذیرفته شده و رسمی در امریکا چی است؟ اوجه هر نوع دین آزاد است. از این نپرسیدیم برادر من. از این نپرسیدیم که هر دین آزاد است یا خیر. حال در کشورهای غیر امریکا هم هر دین آزاد است. سوال ما از این است که امریکا کشور یهودی است، عیسوی است یا کشور کمونیستی است؟ میشه که سوالم سخت است. فارسی میگم دیگه، درست شما متوجه شدین؟ مثلا بیاین که نوشته کنیم در گوگل. صحیح است؟ شما که جواب ندادین. ببینیم که شما گوگل هم میپذیرین یا خیر. الان یگانه ابزار ما می است دیگه. من نمیتونم. ببینین امریکا، ببینین آیین مذهبی مردم آمریکا. صحیح است؟ این یکی رو می نویسیم. ببینیم چی میکشه. نوشته کرده که دین رسمی در امریکا دین مسیحی است. در امریکا 75% عیسویان هستند، 2% یهودیان هستند، 1% مسلمانان هستند. بعد حالا بگذاریم که الحاد ببینیم که الحاد در چند درصد. مثلا ذکر نکرده الحاد. جالبی است که 75% در امریکا هم مسیحی است و از الحاد هیچ خبر اینجا نیست. در واقع که تعداد ملحدین در امریکا چقدر است؟ شاید حالا باشه 1 میلیون 2 میلیون نفر باشه، کم و بیش او را گفتن نمیتونم. خب الان این که شد دین مردم، آیین رسمی مردم در امریکا مسیحی. خب نیست استاد، من قبول ندارم. خب پس که شما قبول ندارین، شما میگین که آیین مردم اسکرین شات یک چیزی شبر ما دمی واتساپ بفرستین، چون که من که تا جایی که معلومات نه واتساپ سکنین. امریکا کدام دین تعیین نداره. امریکا که است یک سیکولار است، یعنی دین رسمی نداره. از هر نوع دینا در اونجا هستن، اونجا کدام دین رسمی. دوستا که در بخش اتاق فرمان هستن حتما شما این اسکرین شات پیدا کنین. این یکی را دین و مذهب در امریکا. ببینیم کار سخت نیست. نمیفهمم که شما جماعت فهماندن چقدر کار سخت است. دوستا که برنامه را حتما چی میکنن بیننده هستن، حتما نه فکر کنم در کامنت ها این اسکرین شاتش نمیشه گذاشت. در بازپخش برنامه را حتما خواهید دید که در اینجا نوشته است که در واقع 65 تا 75% مردم در ایالات متحده آمریکا مسیحی هستند. یک امر پذیرفته شده است. فکر کنم که این جای بر جدال نداره برادر.
درست است که مسیحیت و یهودیت و بودیسم و هندویسم ادیان دیگه است، اما دینی رسمی در امریکا مسیحی است. این هر کس فکر می‌کنم یک طفل که در تازه از کودکستان بیرون شده و به مکتب راه یافته و میفهمه که امریکا مردم مسیحی است. آیین رسمی مردم امریکا مسیحیت است. الان شما این سرچ زدین، یک بار در گوگل خودتون یک سرچ بزنین. بله ما خودم سرچ زدم، یعنی فعلا سرچ نزدیم، پیش از هم سرچ زده بودم. اگر امیال میخواین با ما وقت میدین امیال هم سرچ میزنیم. بله شما تا فردا 8 صبح میشینیم، شما سرچ بزنین. نیاز به فرار نیست، جای نمیریم، کار نداریم. شما سرچ بزنین همین لحظه. اینجا بر من درست کلان نوشته که امریکا عیسوی مسیحی نیست، ولی مردمش اکثرا مسیحی هستند. دولت امریکا سکولار است، یعنی دین رسمی ندارد و دین از سیاست جداست. خب یک سوال دیگه، در مراسم سوگند رئیس جمهور به اساس کدام آیین سوگند یاد میکنه؟ خب فکر کنم که به شما به می اندازه امشب کافی است. متاسفانه شما در اخلای معلوماتی قرار دارین، طرف دو داره یک بار زنگ زدم میره و بار آخر برنده عزیز، چون من قطعاً کردم دوباره تماس گرفتم و بار آخر میپرسم آیین رسمی مردم امریکا چی است؟ استاد هیچ چیز هم نیست. خب با رئیس جمهور امریکا با چی سوگند یاد میکنه رئیس جمهور امریکا؟ به اساس کدام مراسم تحلیفش چی است؟ چگونه است؟ من هیچ قبول ندارم. خب شما که قبول ندارین، شما قبول نکنید تا قیام قیامت قبول نکنین. شما قطع کنین. بله دیگه، مگر رای دیگه غیر از این است. مگر رای دیگه وقتی که منطق تمام میشه چو عقده. خب قطع کنین. این به شما کارخانگی، این به شما یک کارخانگی. آیین رسمی مردم امریکا چی است؟ آیین و دین رسمی مردم امریکا چی است؟ چند درصد مسیحیت است در امریکا؟ این یک کارخانگی و قرض از طرف ما به شما باشه. بار دیگه که تماس میگیرین خودتانه، هوایی صحبت کردن کار آسان است، اما بار دیگه که تماس میگیرین انشالله معلومات تانه کامل بسازین، بعد از او انشالله ادعا کنین. دوستان عزیز، به خاطر حمایت از برنامه‌های اسلامی و به خاطر بهبود این برنامه‌ها، دوستان عزیز شما میتونین که سهم بگیرین. ما انشالله استودیوهای خوب بسازیم و عزیزای زیادی، جوانای زیادی در کنار ما کار کنند در بخش نشریات و همچنین در بخش چاپ و نشر کتاب‌ها. این یک صدقه جاریه به شما خواهد بود. و به شما خبر خوش دارم و که به زودی کتاب علاج شرعی سحر جادو و چگونگی راه نجات از افسردگی به زودترین فرصت نشر میشه. به خاطر چاپش هزینه نیاز است، حتما شما در این امر خیر سهم بگیرید. السلام علیکم.